نوه یکی از دوستان شهیدش رو میخواستن عمل جراحی کنن. رفت تو بیمارستان و ایستاد تا عمل تمام بشه. مادر اون بچه گفتش که خب عمل تمام شد آقا، برید دیگه، برید به کاردون برسید. گفت نه، پدر تو، یعنی پدر بزرگ این بچه، به جای من رفت شهید شد، منم حالا به جای او اینجا وای میستم. ایستاد تا بچه به هوش آمد، خاطرش جمع شد، بعد رفت. این رفتارش با خانواده شهید اینجوریه، رفتارش با اشرار و با مفسدین هم اونجوریه.